سلام یوتیوب، به روز دهم خیلی خوش اومدید. امیدوارم حالتون مثل همیشه بی‌نظیر باشه. امروز قرار راجع به آرای ها صحبت کنیم، در مورد اری و وکتور صحبت کنیم، ببینیم تفاوتاشون چیه و فایده هاشون چیه. بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. برای حمایت من لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. بزن بریم. خب امروز قرار راجع به آرایه‌ها صحبت کنیم. کلا آرایه یعنی چی؟ آرایه یعنی که مثل یه حالت جدول میمونه، ولی آرایه که امروز میخوایم راجع بهش صحبت کنیم در مورد انگار یه جدوله که یه دونه ردیف داره و چندین ستون. خب توی C++ ما 3 مدل آرایه داریم، ولی توی قسمت مقدماتی در مورد 2 تاش صحبت میکنیم که یکیش اریه و یکیش وکتره. در واقع وکتر توی قسمت مقدماتی معمولا توضیحش نمیدن، توی قسمت اینترمدییت توضیح میدن یا همون متوسطه توضیحش میدن. اما خب چون خیلی مهمه، خیلی مبحثیه که مهمه و خیلی بیشتر از اری قابل استفاده است، من در مورد وکتر توضیح میدم و توی قسمت مقدماتی توضیح میدم که بیش باهاش از همین الان آشنا بشین. خب بریم ببینیم که چه شکلی نوشته میشه. اول از همه در مورد اری توضیح میدیم. اگر ما بخوایم همونجوری که میدونیم، اگه بخوایم ما یه دونه وریبل معرفی کنیم مثلا به اسم نامبر و یه عددی رو بخوایم داخلش بذاریم مثلا چه می‌دونم 12، این شکلی می‌نویسیمش. ولی برای اینکه بخوایم یه آرایه رو بنویسیم همین شکلی اول دیتا تایپ رو می‌نویسیم، بعد اسمش رو می‌نویسیم. حالا من یه اس اضافه می‌کنم چون چند تا عدد می‌خوایم داخلش بنویسیم، و بعدش میایم یه براکت می‌ذاریم و داخل براکت می‌نویسیم که چند تا، در واقع سایز این آرایمون چقدره، یا به اصطلاح چند تا عدد می‌خوایم داخل آرایمون قرار بدیم. برای مثال من میگم 5 تا، و چون یه بیشتر از یه دونه است دیگه، یه دونه عدد که نمیخوام بذارم، 5 تا عدد میخوام بذارم، توی آکولات قرارش میدم. مینویسم مثلا 1 و 2 و 3 و 5 و مثلا 8. خب یه توضیح در مورد همین آکولات بگم. ببینین شما وقتی که بیشتر از یه دونه کرکتر یا بیشتر از یه دونه خط میخوای به داخل چیزی بذاری یا بنویسی، داخل آکولات مینویسیش. ببین آکو مثلا توی فانکشن مینی که الان اینجا داریم میبینی آکولات هست، به خاطر اینکه ما چندین خط رو میخوایم داخلش بنویسیم. توی قضیه مثلا اریام همینه. اگر یه دونه عدد میخواستم بذارم مثل وریبل، اصلا آکولات نیاز نبود بزنم، ولی چون اریه داخل آکولات میذارمش به خاطر اینکه چند تا عدد میخوام بنویسم. همینجوری توی بقیه چیزا هم همین شکله. توی حلقه فور مثلا یادتون باشه توی پرانتز یه دونه شرط میذاشتیم و توی آکولات میومدیم چیزایی که میخواستیم سی اوت کن، مثلا فلان و سی فلان 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 فلان، به خاطر اینکه چند خط داخلش بود. همین حلقه فور رو اگر ما یه خط فقط بخوایم بنویسیم، مثلا همین فقط یه دونه سی اوت بگیم، یه چیزی چاپ بکنه، دیگه ما نیازی به آکولات نوشتن هم حتی نداریم. پس چی شد؟ آکولات برای چند تا خط یا چند تا موضوع ما ازش استفاده میکنیم. حالا جلوتر باز بیشتر توضیح میدم که ببینین منظورم چیه. خب اینجا پس آرایه رو فهمیدیم که چجوری معرفی میکنه. همونجوری مثل وریبل اول جنسشو یا همون دیتا تایپشو میگن، یه اسم براش میذارن و توی آکولات سایز آرایمون رو بهش اعلام میکنیم. الان مثلا من سایز 5 رو معرفی کردم، لزومی نداره حتما 5 تاشو پر بکنم. ما یه جدول 5 تایی داریم. الان با همین تعریفی که من نوشتم 4 تای اولش پره، 5می صفره. پس بنابراین حتما لازم نیستش که شما همه رو پر کنین، اینو در جریانش باشین. خب حالا اگر من بخوام برای مثال، اگر من میخوام آخرین عدد رو چاپ بکنم توی این آرایمون، چی کار میکنم؟ مثل همون استرینگ ها می نویسم سی اوت مثلا نامبرز و ایندکس آخرین عددمون که ایندکس 4 رو می نویسم و میبندمش. همونجوری که یادتون باشه ایندکس ها از 0 شروع میشه، 0 1 2 3 4. درسته؟ اینجوری ما ایندکس ها رو می‌نویسیم، ولی سایز 5 تاست چون 5 تا عدد داخلشه، ولی ایندکس ها رو با از 0 شروع میشه. اینو امیدوارم که هنوز خاطرتون باشه از سر استرینگ ها. خب اجرا کنیم ببینیم چی بهمون نشون میده. همونجوری که توقع داریم 7 به ما نشون میده. خب یه چیز دیگه بگم، این کلا تعریف اریه، ولی اگه بخوام یه چیز دیگه رو بگم که حالا علتشو بعدا میگم چرا اینو توضیح میدم.
اگر من بخوام یه دونه عدد به این آرایه هم اضافه بکنم چیکار میکنم؟ حتما باید سایزش رو در درجه اول تغییر بدم، 5 رو بکنم 6 به خاطر یه دونه عدد میخوام اضافه بکنم، و یا اینجا یه دونه عدد همینجا اضافه کنم، یه ویرگول بذارم همینجا عدد اضافه کنم، یا اینکه بیام اینجا بگم نامبر با ایندکس 5 مون برابر با مثلا چه میدونم 24. یعنی در واقع این با اینی که من اینجا ویرگول بذارم 24 هیچ فرقی نمیکنه دیگه، فکر کنم کاملا طبیعی باشه و بدونین منظورم چیه. اگر بخوام من کل آرایه رو چاپ بکنم با یه حلقه فور میتونم این کار رو انجام بدم. بیام بگم یه اینتی معرفی کنم، آیا بذارم برابر با 0 و بگم آی کوچیکتر از 5 و ببخشید آی کوچیکتر از 6 و آیو پلاس کن و بگم اینجا سی اوت کنه نامبرز آیو. خب اگه خاطرتون باشه ما برای اینکه بگیم بره خط بعد چیکار میکردیم؟ اند ال رو میذاشتیم، یا اینکه میگفتیم بکسلش n برای اینکه بره خط بعد. برای اینکه مثلا یه خورده بره جلوتر بنویسه یا همون به اصطلاح تب بزنه بره جلوتر بنویسه، جای بکسلش n بکسلش t رو میذاریم. خب اجرا کنیم ببینیم چه شکلیه. خب همونجوری که میبینین 1 2 3 4 5 6 7 رو نوشته، میگم 4 2 3 1 2 3 5 7 رو نوشته و 24 که بهش اضافه کردیم هم نوشته. خب این شد کلا و راستی بکسلش تی هم ببینین یه فاصله ای میده بین همه اعداد. خب این شد کل تعریف اری. حالا بریم در مورد وکتور صحبت کنیم که ببینیم وکتور چه شکلیه. یه چیز دیگه هم فراموش کردم بهتون بگم. ببین آکن اینجا میبینی حلقه فورمون یه خط دیگه، پس نیاز به آکولادم نداره، میتونیم آکولادش هم پاک کنیم. اجرا کنم، میبینی بدون ارور اجرا میکنه و همون نتیجه رو بهمون میده. ولی اگر ما همینو مثلا 2 خط بود، مثلا گفتیم سی اوت چه میدونم آی مثلا، ببین آکن به ما ارور میده. اگر ما همینو میتونستیم توی آکولاد بنویسیمش، همینو اگه توی آکولاد بنویسم به خاطر اینکه 2 تا خطه دیگه به ما اون ارور رو هم نمیده. پس الان امیدوارم که من بدونیم که کاربرد آکولاد دقیقاً به چه شکله دیگه. اینم یه موضوعی باشه که کاملا بفهمین که دقیقاً هر چیزی توی سی پلاس پلاس یه علتی داره. خب بریم سراغ وکتور. اریو که یاد گرفتیم، حالا وکتور اول از همه باید یه کتابخونه‌ای به برنامه‌مون اضافه کنیم. کتابخونه میتونین حدس بزنین که اسمش چیه؟ اسمش کتابخونه وکتور. حالا همونجوری که گفتیم همونجوری که مثلا یه اری رو بخوایم معرفی کنیم مینوشتیم چی؟ مینوشتیم نامبرز و یه سایزی بهش میدادیم و میگفتیم برای مثال 1 و 2 و 3 و 4 و مثلا 5. برای اری این شکلی بود دیگه. خب اول از همه تفاوت اری با وکتور چیه؟ وکتور نیاز نیستش که ما بهش سایز بدیم، خودش انعطاف پذیره، سایز خودش رو تغییر میده. اگر نیاز باشه سایزش رو بزرگتر بکنه بزرگتر میکنه، اگر نیاز باشه کوچیکتر بکنه کوچیکتر میکنه. برای همین خودش چون انعطاف پذیره جای بازی رو خودش داره، پس بنابراین ما نیاز به نوشتن سایز نداریم. این یکی از خوبی‌های وکتوره که به اصطلاح میگن اری استاتیک و وکتور داینامیک. خب اولین اتفاق اینه و دومین اتفاق اینه که قبل از اینکه همه چی رو معرفی کنیم بهش میگیم آقا این چیزی که داریم معرفی میکنیم وکتوره و دیتا تایپ اینتیجر یا هر دیتا تایپ کاراکتر یا هر چیزی اونو داخل این کوچیکتر بزرگتری قرارش میدیم. همین، این شد حالت معرفی وکتور. خب ولی همون شکلیه. اگر بخوایم سی اوت کنیم، مثلا بخوایم ایندکس آخر رو بخوایم چاپ بکنیم، چیکار میکنیم؟ همون نامبرز رو مینویسیم و توی براکت ایندکس مد نظر رو مینویسیم. اجرا کنیم ببینیم چه شکلیه. همون جوری اجرا میشه.
اما وکتر همونجوری که گفتم یه سری خوبی‌ها داره که اری نداره. برای مثال من میتونم بگم آقا الان در حال حاضر سایز اری ما چقدره؟ سایز اری ما 5 درسته، چون 5 عدد داخلش. ما الان میتونیم یه فانکشنی استفاده کنیم یا به اصطلاح از یه مودیفایری توی وکتر استفاده کنیم که بفهمیم بهمون بگه سایز اری ما الان چیه، سایز وکتر ما الان چیه. در به اصطلاح میگیم numbers.size پرانتز باز و بسته، اجراش کنیم. میبینین عدد 5 رو به ما میده، یعنی سایز اری رو به ما میده. خب این به ما خیلی کمک میکنه دیگه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اگر من الان بخوام یه حلقه فور برای یه چیز بنویسم، برای این وکترمون بنویسم، میگم چی؟ مثلا اینت آی برابر با 0 و حالا آی تا کجا بره؟ تا number dot size بره. این کار ما رو این الان راحت تر میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه الان آرایه ما اگه هر چقدر تغییر کنه، من اینو 50 تا عدد بهش اضافه کنم، 2 تا عدد ازش کم کنم یا هر چیزی دیگه، نیاز نیست حلقه فورمو تغییر بدم. میدونی؟ به خاطر اینکه شرطش ما میگیم سایز رو معرفی کردیم، حالا سایزش هر چی که میخواد باشه و داخلش مینویسیم چی؟ cout numbers i و /t اجرا کنیم. ولی اینو من پاک کنم که الکی عدد اضافه نزنه. میبینی همون اعدادو برای من چاپ میکنه. پس ما یه فانکشن یا یه مودیفایری داریم به اسم دات سایز که به ما سایز وکترمون یا همون سایز آرایمون رو به همون میده. خب دیگه چی داریم؟ من چرا پاک کردم اینو؟ دیگه چی ها داریم؟ یه چیزی داریم به اسم میگیم numbers، بعد توی numbers dot میگیم push underline back. این چیه؟ اگر ما بخوایم یه عددی رو اضافه بکنیم به آرایمون، دیگه نیاز نیست سایزش رو تغییر بدیم مثل اره قبلی. فقط ما از این مودیفایر استفاده میکنیم، مودیفایر push underline back استفاده میکنیم، یه عدد اضافه میکنیم. مثلا عدد 24 رو توی پرانتز میزنم که به آرایمون اضافه کنه. حالا بریم ببینیم اگر آرایمون رو چاپ بکنیم چی بهمون میده. میبینی 1 2 3 4 5 24. خب این شد اضافه کردن عدد. ما یه دونه مودیفایر دیگه داریم میتونیم ازش از وکترمون عدد کم بکنیم. اون چیه؟ جای پوش باید ما بذاریم پاپ، به اصطلاح میشه پاپ بک و دیگه توی پرانتز چیزی نمی نویسیم، به خاطر اینکه اون عدد 5 رو الان میخوایم ما برای مثال پاک کنیم. حالا اجرا کنیم ببینیم آرایمون چی میده. باید 1 تا 4 رو بهمون بده دیگه و ببینین 1 تا 4 رو به همون میده. دیگه چیا داریم؟ دیگه چیزی که داریم میتونیم اجازه بدین من این حلقه فور رو پاک کنم. چیز دیگه ای که داریم میتونیم عدد ایندکس آخر یا ایندکس اول رو چاپ بکنیم. به اصطلاح میگیم دات فرانت دات فرانت، یا میتونیم چی رو چاپ کنیم؟ numbers dot back. خب یه سی اوت هم بزنیم که میخوایم چاپش کنیم دیگه. cout و cout هم برای این. یه اندل هم بزنم که معلوم بشه چه خبره، جدا بکنه. ببین فرانتمون 1، یعنی همون ایندکس اولیمون 1 و ایندکس آخریمون 5 که به همون نشون میده. پس چی شد؟ ما از چه چیزایی داریم توی وکتر که میتونیم ازش استفاده کنیم؟ یه توضیح کوچیکی در مورد وکتر هم بدیم و دیگه این جلسه رو تموم کنیم. پس چی شد؟ میتونیم بگیم numbers dot size پرانتز باز و بسته که این به ما سایز وکتر رو میده. میتونیم بگیم numbers مثلا dot push back مثلا چه میدونم یه عدد مثلا مثل 24 که یه عدد بهش اضافه کنه. یا میتونیم بگیم numbers dot pop underline back که یه عدد آخری که یا همون المان آخری که توی آرایمون وجود داره رو
حذفش میکنه. پاپ بک این کارو میکنه و پوش بک این کارو میکنه. اینم از روز دهم به همین راحتی تموم شد. امیدوارم که براتون تا اینجا سخت نبوده باشه و تا جایی که من تونستم سعیمو کردم که بهتون راحت C++ آموزش بدم. خب تمرین امروز چیه؟ آقا ما با اری هم با وکتور اومدیم یه آرایی با دیتا تایپ اینتیجر معرفی کردیم. حالا شما هم با دیتا تایپ کاراکتر هم با دیتا تایپ استرینگ هم بیاین یه اری معرفی کنین هم یه وکتور معرفی کنین و به جای اینکه از حلقه فور استفاده کنین برای اینکه اون آرایه رو چاپ بکنه، این دفعه با حلقه وایل ازش استفاده کنین تا براتون اون آرایه رو چاپ بکنه. برای حمایت من مثل همیشه لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه و از همه مهمتر فراموش نکنین اگر هر سوالی داشتین توی کامنت های یوتیوب ازم بپرسین یا اگه راحت نبودین این پیج اینستاگرام منه اونجا ازم بپرسین. برای حمایت من مجدد لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. تا ویدیو بعد، فعلا.